صراط مستقیم کدام است؟ نه، ما گاهی هم درد سرم نمی کنیم. کی است که حق من نمیشناسه؟ دکتر میشناسن. یک دکتر برده نسخه را گرفته، یک پندک دوا برش داده، مریض خورده، علاجش نشده، تسلیش نشده، پیش دیگه دکتر. اینطور مریضا هسته که 20 دکتر گشته، اینی قدر نسخه ها برش جمع شده، خو آرام ننشسته تا که دکتری که تشخیص مرض زیره بکنه نگذاشته، پشتش گشته. خیر ما در دین چرا همینطور نیستیم که ما در یک مسجد بریم، باز دیگه مسجد بریم، عملکرد ببینیم، حرکات ببینیم، وضعیت ببینیم، شخصیت عالم ببینیم، ای چی میکنه، چی کسب داره، چی عمل داره، چی کردار داره، چی را بیان میکنه، از کجا بیان میکنه. چرا نمیکنیم؟ همین کارا چرا نمیکنیم؟ این سوال در یک مجلس دیگه سرم مطرح شد. مولوی صاحب ما در دورایی باقی ماندیم، یک مسجد بری که رفع الیدین نمیشه، دیگه جای میگیری که رفع الیدین میشه، ما چی کنیم؟ من برش گفتم دوستم رای خیلی کوتاه را برات نشان میدم، ولی این گپ بعد از او برات میگم که تو قطمه یک دو چیزا قناعت بکنی، بپذیری. گفت کدام چیزا؟ من گفتم گپ ازی بزن که پیغمبر قبول داری یا نه؟ گفت چرا نه، پیغمبر آدم قبول نکنه کافر میشه. چقدر خوب. قبولیت پیغمبر چی مفهوم داره؟ من گفتم پیغمبر چی معنی که ما قبول داریم؟ یعنی عبادت الله سبحانه و تعالی را به طریق ابی پیغمبر پیش ببریم. همینطور است یا نه؟ باز مثال برش گفتم که اگر ما نماز خواب گریانم بکنیم، زیاد تلاوت قرآن هم دایش بکنیم، یک جایش قصدن سجده را پیش از رکوع میکنیم، رکوع را بعد از سجده میکنیم، الحمد را در جای تحیات میخوانیم، تحیات در جای الحمد، که تغییرم نبیه. خو گپ ازی بزن که نماز شده یا نه، گناهگار شدیم یا ثواب بردیم، گریانا کردیم، خواب گریانا کردیم، قرآن هم زیاد خواندیم. گفت نه نماز خو نمیشه. چرا نمیشه؟ ها؟ همون نماز است، تقدیم و تاخیر آمد. گفت خب پیغمبر علیه السلام به این طریقه نخوانده. ما گفتم بعد قطمه بپذیری که هر معامله عبادت ما، دیگه معاملات ما به طریقی کی باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا؟ کی مقرر کرده که باید الگو برای ما پیغمبر باشه؟ الله مقرر کرده ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. در رسول الله اسوه حسنه است. بر ما اشخاص دیگر معرفی نکرده الله که مقتدا فلان است. رسول الله را برای ما مشخص کرده که مقتدا است، الگو و نمونه برای پیروی شماست. خیلی خوب، پذیرفتی جناب این دو گپ قطمه که پیغمبر قبول داری و ایرم قبول داری که عبادت امو عبادت است که به طریقی کی باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. یک روز بیا اینجا پشت ماد این مسجد تکبیرام نماز بخوان، لیکن اموتور گنگ و سنگ نماز نخوان، کلی حرکات ما را زیر تعقیب بگی. نماز که خلاص شد بیا گنده بزن، زانو بزن، سوالا را شروع کو که عجیب کارهای از شما دیدیم اینجا، شما چی کارا ویا کردید؟ دیگه از خودی کارا نمیشه، تو چرا این کارا کردی؟ اگر من آدرس از رسول الله صلی الله علیه وسلم برات دادم، مجبور استی که بپذیری. چرا که قبول کردی قطمه. خو لیکن در مسجد دیگه هم که نماز خواندی، کدام حرکاتی که اونجا هم انجام داده میشه، او را از عالمش سوال بکن که آدرس از پیغمبر داره یا نه. بعضی حرکاتی که اونجا انجام داده میشه، کلی نماز نمیگم، بعضی حرکاتی که در اون نماز انجام داده میشه، تو از پیش سوال بکن که آدرس داره یا نه. دستی رقم که بالا میکنی در این نرمی گوش کی پره دست طرف قبله کرده، اینطوری کرده، رویست نیت کردم ادا میسازم، قدر رکات نماز میخوانم، ایره برات بده نه سند بده که پیغمبر کرده یا نکرده. بعد از اینکه بری تو واضح شوه که سندم داده نتانه و بازم تو میگی که نه امی زول امام زلی تراوی پدرها و نیاکانی ما در را رفته، بعد از دیگه تو نگو که ما در دورایی باقی ماندیم. دروغ میگی، تو دنبال حق نمیگردی. قطمه اعتراف کردی که عبادت به طریقی کی باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. خو لیکن باز وقتی که خب حقیقت برات واضح میشه، باز او را نمیپیمایی، باز دیگه چی میکنی؟ ابلیسی لعین باز خطایت میده. نکو خطا.